اگه میخوای بهت یاد بدم چجوری با کمتر از 50,000 تومان چاقوهاتو جوری تیزشون بکنی که مو رو بتراشه، این ویدیو رو تا آخرش ببین. این چاقو هم این یکی 2 تا دارم، اینو تیزش کردم، اینو تیزش نکردم، این مو نمیزنه. اینو آخر ویدیو براتون جوری تیزش میکنم که مو هم بزنه. برای این کار شما چند تا تیکه چوب ضایعاتی نیاز داری که من از نجاری پیداش کردم. یه تیکه چوب اینجوری، یه تیکه چوبم اینجوری. اینا رو به حالت 90 درجه به هم پیچشون کردم. چیز خاصی نداره. یه دونه کاغذ میاری، بعد از اینکه اینا رو به صورت 90 درجه به هم پیچ کردی، شکلشو به این مدل اینجوری روی کاغذ میکشی. بعدش میداری، حالا شکلی که کشیدی شما فرض کن اینجوریه، خب یه نقاله میذاری این قسمت و توی زاویه های 5 درجه، 10 درجه، 15 درجه فاصله ها تو علامت گذاری میکنی روی کاغذ، به دست میاری. دوباره میای اینو اینجا میذاری، علامتاتو روی چوبم میزنی که نقطه مقابلشون رو از وسط سوراخ میکنی که یه همچین چیزی به دست بیاری. بعد شما یه تیکه چوب، اینا رو من همه رو از انباری خودمون پیدا کردم، 4 تراش نیاز داری. خب یه تیکه چوب 4 تراش ولی صاف و صیقلی باشه. خب یه دونم این میله رو من از تلق شکسته میله تلق راهنمای همین شکسته موتورسیکلت استفاده کردم. از هر میله‌ای که حالا گیرتون بیاد میتونید استفاده بکنید. من اینو یه سوراخ زدم، اینو محکم با چکش کوبوندم رفته داخل اینم چوبش گردو بود پیدا کردم. بعد 4 تیکه سنباده. چند دیگه سنباده، من از سنباده‌ای که حالا گیرم آوردم از این سنباده‌های پدی هستن، بهشون میگن پشت چسبدار. خب از اونها پیدا کردم، با چسب آهن اندازه چوبم بریدم و با چسب آهن چسبوندمش. اگه طرز کار با چسب آهنم بلد نیستی بهم بگو تو کامنت ها بهت بگم. حالا سنباده‌هایی که من پیدا کردم گریدشون 120 بود، 240 بود، 600 بود و 2000 داشتم. این 2000 رو خودم داشتم از قبل. حتما مهمه که یکی از گریداتون 1000 یا 2000 باشه، این خیلی مهمه. اینا شد وسیله کار ما. بعد نکته بعدی این یه تیکه فلز من از ضایعات گیرش آوردم، 2 تا هم پیچه، 2 تا مته زدم اینجا، مهره ها رو محکم کوبوندم رفته داخل این سوراخ‌ها که اینا رو با پیچ گوشتی سفتش میکنم که چاقومون در نره. حالا چجوری با چاقو رو ببندی؟ چاقو رو میاری و بعد از اینکه اینو ساختی اینجا قرارش میدی. خب به همین شکل پیچامون رو صفر میکنیم. بعد از اینکه پیچامون رو صفر کردیم، این علمکی که ساختیم و از پایین‌ترین گرید سنبادمون یعنی 120 میذاریم. اینجا مهمه که شما این سوراخ‌هایی که من گفتم و زدین رو توی فاصله‌های 5 درجه 10 درجه، این خیلی مهمه که نگاه کنی ببینی که چاقوت لبش مماس با این لبه‌ای که از قبل روی چاقو داره مماس با این باشه. خب اینو بدین شکل، به این حالت اینجوری میکشین. یه 10 باری از هر طرف اینجوری میکشین شما. خب اگر آدم حرفه‌ای باشید قانونش اینه که اینجوری بکشید. خب اگر حرفه‌ای باشید باید اینجوری بکشید. ولی حالا اگرم حرفه‌ای نبودید همینجوری هم کفایت میکنه. بعد از اینکه 10 بار از این سمتش کشیدین، بازش میکنین چاقو رو، این ورش رو میبندین. دوباره چاقو رو که برعکس بستی دوباره میکشین. خب و این خیلی مهمه که ببینید توی هر طرف از گرید هامون، من اینو اشتباهی 2000 رو میزدم، توی هر طرف از گرید هامون نگم که مثلا میگیم آقا 120 رو همینجوری بکش، 600 رو بکش، 2000 رو بکش، از این طرف این طرفش هم ببندم دوباره. نه، جدا به جدا باید هر طرف از گریدی که با هر گریدی که میخواید سنباده بزنید رو جدا به جدا هر طرفش رو بزنید تمام بشه. من اینو تا گرید 2000 بزنم و بیام. خب من گرید آخرم هم که گرید 2000 هست رو زدم، اما مهمترین نکته‌ای که میمونه تازه بعد اینا هستش. من چاقوم رو بازش میکنم، هنوز اونجوری نشده که مو بزنه. شاید کاغذ رو به صورت راحت ببره ولی مو نمیزنه. اینو میذارمش کنار. این چیه؟ این یه تیکه سرامیک هستش، از داخل مغزی‌های شیرای اهرمی در آوردم، از اون خراباش. خب به مغزی‌های شیرای اهرمی کارتریج میگن. خب یه تیکه سرامیکه، من از داخل اونا در آوردم. یک گرید خیلی ریزی داره. خب چندین بار اینو به این زاویه روش میکشم که این لبه‌هاش یه پرداخت آخری رو بخوره. خب حالا اینم نداشتین این زیاد مهم نیستش، ولی این خیلی مهمه. من چرم پیدا نکردم، از کمربند شلوار خودم دارم استفاده میکنم. خب شما اینو به این حالت خب چندین بار میکشید. اینم روی کمربند، بعضیا میگن پشت کمربند، نه این روی کمربند رو شما باید بکشید. خب نمیدونم چه حکمتی داره، این چرم برای پرداخت کاری آخره، اینه که جواب میده. خب حالا خب همون چاقویی که مو نمیزد راحت تر از تیغ قشنگ، ببینید دیگه اینا رو حالا نمیخوام نشونتون بدم. خب قشنگ اینا رو
برمی‌داره. یه دونه هم تست کاغذ بریم. اینم یه تست کاغذیه که خب یعنی ببین الکی پول ندید، نمیدونم فلانی گفته یه سنگ بخر 1,000,000 سنگو بی از من بخر 800 تومن. نه آقا از اون حرفا نیست. اینو من با کمتر از 50,000 تومن این تیر و تخته رو که تو خونمون داشتم، اینم یه دونهشو از یه تعمیرکار موتورسیکلت گرفتم، یه تلقه شکسته بود. این سنباده ها هم هر کدوم 5,000 تومن پولشو دادم خریدم، جمع 15,000 تومن برای این هزینه کردم. با 15,000 تومن جوری تیز کردم که مو رو بتراشم. اگر سوالی موردی مشکلی داشتید بنده در کامنت در خدمت شما هستم.